کارهای عجیب و باور نکردنی زهرا الهام در کشور استرالیا با مردان خارجی و نامزدی زهرا الهام با جمال مبارز آیا واقعیت دارد؟ زهرا الهام چطور و چگونه به کشور استرالیا رفته است؟ دلیل نشر ویدیوهای غیر اخلاقی زهرا الهام در صفحات مجازی چی بوده است و گریه‌های زارزار زهرا الهام در صفحه تیک تاکش؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نامآشنای کشور است که این روزها نامش در صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک و فیسبوک غوغا برپا کرده است. زهرا الهام کارهای هنری‌اش را در ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. هرچند زهرا الهام از آره می باشد ولی بزرگ شده کشور پاکستان است. تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در پاکستان به اتمام رسانید. علاقه و شوق فراوانی که به هنر موسیقی داشت به کشورش برگشت و در برنامه رقابتی ستاره افغان اشتراک کرد و توانست در این پروسه رقابتی مقام اول را از آن خود کند. اکنون زهرا الهام با یک برادرش در کشور استرالیا زندگی می کند و در کشور استرالیا هم به کارهای هنری‌اش ادامه داده است. ولی جالب اینجاست تصاویر تازه زهرا الهام با مردان استرالیایی در صفحات مجازی باعث نقد نظر فراوانی وی شده است. این همه در حالی است که زهرا الهام در رابطه عاشقانه با جمال مبارز است و قرار است این دو تا یک ماه دیگر محفل نامزدیشان را با شکوه در کشور استرالیا برگزار کنند. جمال مبارز رپان کشور که سبک هنری کاملا متفاوت دارد در کشور استرالیا با فرزندانش زندگی می کند. جمال مبارز همیشه خواسته رپ‌های اعتراضی برای دفاع از حقوق زنان کشور به سر آید که مورد حمایت و استقبال گرم قرار می‌گیرد. من آرزوی موفقیت، سلامتی و شادمانی برای این هنرمندان کشور خود و زوج موفق و کاملا جوان از بارگاه عزت لایزال خواهانم. همراهان و دوستان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صحت و سلامتی برای شما همراهان خوبم آرزو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.